آشنا بشیم با عمق جریان و فرهنگ عاشورا. خدمتتون عرض کردم که ما در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم و در این لحظه در خدمت یک استاد بزرگوار هستیم، جناب آقای سید علی اصغر موسوی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر دینی، ادبیات دینی که ایشون چیزی هولوش 18 سال هست در زمینه شعر و نویسندگی و در زمینه نقد و تحقیق ادبیات دینی سابقه دارن و 8 سالی هم است که در خصوص ادبیات دینی شیعی فعالیت میکنن. همینک هم در خدمتشون هستیم و سلام میکنم خدمت شما جناب آقای موسوی. خیلی خوش آمدیم به برنامه. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت آقا و مولای خودم حضرت امام حسین علیه السلام و همینطور خدمت بینندگان عزادار این برنامه و شما و عوامل برنامه. امیدوارم که مطالبی که گفته میشه مورد استفاده اول دوستان بزرگوار شاعر و ادیب و بعداً مردم عزیزمون قرار بگیره. انشالله که همینطور خواهد بود. جناب استاد موسوی، اساساً مکتب شعر دینی ما اگر بخوام یک تعریفی ازش داشته باشیم چی میتونیم در موردش بگیم و چه تفاوتی داره ادبیات دینی، مکتب ادبیات دینی، حالا خصوصا ادبیات شیعی با سایر مکاتب ادبی؟ البته قبل از اینکه نوع مکتب را اصلا به طور کلی در ادبیات مشخص کنم، در مورد این طرز فکر شاید بعد از ورود اون ادبیات خدمت شما عرض کنم استعماری بعد از دوران مشروطه به ایران، تنها کسی که این رو مطرح کرده مرحوم استاد شهریار بود سال 1335 و من زمانی که برای سال 82 برای مرکز پژوهش‌های صدا و سیما دیوان ایشون رو بررسی می‌کردم، اون مقدمه رو خوندم. بعد سال 88 برای حوزه هنری سرفصل یه مقاله‌ای شد به نام مکتب شعر دینی، یعنی مادر مکتب‌های موجود در حقیقت شعر امروز ایران. من اینجا باید جدا کنم مکاتبی که ما داریم معمولاً مکتب‌های سکولار هست که به نوعی مکتب‌های کلاسیک هستند، مکتب‌های خدمت شما عرض کنم لاییک هست که مکتب‌های نوین هستند و مکتب شعر دینی از همون لحظه‌ای که حضرت فرمود ان من الشعر الحکمه از همون زمان شروع شد، از زمانی که حضرت از شعر دفاع کرد. مطلبی هست در اینجا خدمت بینندگان عزیز میخونم که میگن کعب ابن مالک سوال میکنه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نظر شما درباره شعر چیست؟ پیغمبر میفرمایند همانا مؤمن با شمشیر و زبانش در راه دین مجاهدت میکنه و سپس میفرمایند سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست، شعر شاعران مؤمن و متحد مانند تیرهایی است که به طرف دشمنان پرت می شود. نظریه مکتب شعر دینی و به طور کلی پرداختن به این موضوع، نوشتن مبانی خدمت شما عرض کنم بایدها و نبایدها و اون اصول اولیه و بنیادین این مکتب که سالهای سال مورد فراموشی قرار گرفته، نه اینکه نبوده، از روزی که عرض کردم از اولین ساعاتی که به حضرت ختمی مرتبه صلوات الله علیه گفته شد که اقرأ بسم ربک، از همون زمان این مکتب شروع شد، ادامه داره و حتی ادامه هم خواهد داشت. ولی منتها سالیان سال اومدن این رو در کنار نگه داشتن، یعنی مجال بروز بهش ندادن. مفاهیم شعر شیعی از دل همین مکتب میاد بیرون، مفاهیم شعر عرفانی سنی از همین مکتب میاد بیرون، مفاهیم شعر خدمت شما عرض کنم فرق مختلف ما بین این دو، حالا ما بگیم مثلا حتی تصوفی که خودش رو گاه به شیعه میبنده و گاه به تسنن، از همین مکتب میاد بیرون. بعد میاد ما دوران تجدد رو میبینیم که مکاتب مختلف میاد، از هر ادیبی، از هر شاعری، از هر دانشجوی ادبیات داریم مملکت بپرسی بلافاصله ذهنش میره به بخش ادبیات، مکاتب ادبی اروپایی که اصلا هیچ سنخیتی با مسائل ما ندارن. شعر ارسطویی یک شعر خدمت شما کنم متخیل هست
ولی در صورتی که شعر ما یک شعر معقول هست، همینطور که حضرت می‌فرماید حکمت، ما این رو در سیر برنامه که انشالله حالا تا زمانش محدود هست، نمیدونم فرصتش هست، ادامه خواهیم داد انشالله. استاد جایگاه شعر آیینی در مکتب شعر دینی چی هست؟ چه جایگاهی داره؟ قبل از اینکه به سوال بپردازم، اینه که اصلا شعر آیینی چیست؟ حقیقت اونهایی که بنیانگذارانش و کسانی که این رو به عنوان یک جریان ادبی مطرح کردن، فکر نمی کنم براش مبانی نوشته باشن. خیلی معذرت میخوام از اساتید بزرگوارم، قطعا از من گله‌مند میشن، ولی این واقعیت هست. وقتی میگیم آیینی یعنی اینکه از متن عامه به وجود اومده. ما رفتارهای آیینی، حرکتهای آیینی، سرودهای آیینی داریم که هیچ ارتباطی به دین ندارن، ولی ما وقتی نمیگیم ادبیات آیینی یعنی اینا هم شامل میشه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم این دارای همون مفاهیم مشترکی هست که ما در شیعه به دنبالشیم، همون مفاهیم مشترکی هست که در مکتب شعر دینی. اگر مکتب شعر دینی رو به عنوان اهم بگیریم یا به عنوان اخص بگیریم، بخشی از اون مکتب شعر دینی در حقیقت همین ادبیات آیینی هست. نقدی هم که بر این ادبیات وارده، موضوع محور بودن، محدود بودن، محدود به تعداد کردن، یعنی معصومین رو به تعداد محدود کردن. موضوعاتی رو که محوریت بهشون داده شده، مثلا موضوع عاشورا محوری، بعد علوی محوری، فاطمی محوری، خدمت شما عرض کنم قدیر محور، انتظار محور. وقتی ما میایم این رو در کل فرافکنی میکنیم ما بین خود مبانی اصیل شعر شیعی، این باعث میشه که در حقیقت از اون آرایه های حکمی شعر که حضرت میفرمایند جدا بشه، یعنی از حالت علمی جدا بشه و به نوعی به سمت ادبیات فولکلوریک بره. و در این وقتی که این شکل پیدا بکنه، از حالت علمی و اصولی خارج بشه، خب نسبت به نصوص شیعه، نسبت به اون ادله اربعه شیعه، نسبت به اون خدمت شما عرض کنم مبانی حقیقی در فقهی شیعه، که این باعث میشه که بعدها حالت به اصطلاح نفوذ فرهنگ‌های بیگانه خیلی راحت‌تر بشه. معمولاً فرهنگ‌های بیگانه نفوذشون از طریق فرهنگ عامه است. فرهنگ‌های فاخر رو خیلی کمتر مورد نفوذ ویروسی قرار میدن، به دلیل اینکه اون دارای مبانی هست، نظرات هست و در نوع خودش دارای اساس و پایه است. بسیار عالی، بسیار عالی. جناب استاد موسوی، ما اگر اجازه بدین یک گزارش همکارانم آماده کردیم در خصوص آماده سازی حیات مذهبی، در خصوص برپایی اعضای آقای امام حسین علیه السلام. با چند از این عزیزان صحبت گفتگو کردن. این گزارش رو به اتفاق شما می‌بینیم، برمیگردیم در خصوص سایر موارد ادبیات آیینی صحبت خواهیم کرد. خیلی مردم شیعیان خودشون رو نزدیک میدونن با این فرهنگ و به قول آقایون محترم مدعا کام بچه رو با تربت آقای امام حسین علیه السلام باز میکنن و مادر هنگامی که داره بچه رو شیر میده، اون شیر آمیخته است با اشکی که در رسای آقای امام حسین علیه السلام و یارانشون ریخته میشه. انشالله که قبول باشه عزیزاتون. ما همچنان در خدمت استاد سید علی اصغر موسوی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات دینی هستیم. در نوبت قبلی ایشون در خصوص مکتب شعر دینی صحبت کردن و همچنین جایگاه شعر آیینی تعریفی داشتن در این خصوص و میرسیم به یک مطلب بسیار مهم و پرسشی بس مهم که جای واکاوی زیادی داره. استاد موسوی، درباره مفاهیم شعر شیعی نظر خودتون رو بیان بکنید که اصلا آیا شعر شیعی غیر از موضوع ولایت حضورتون عرضم که با دیگر اشعار فرق اسلامی فرقی داره یا خیر؟ بسیار خوب. مطلبی که راجع به خدمت شما عرض کنم شیر مادر و پیوستن کودکان، نوجوانان تا پیرمردها به تکیه حضرت امام حسین علیه السلام، موضوع رو یاد من انداخت از مرحوم ابوالفتح بندار ابن ابو نصر رازی. ولادتش 401 بوده و پاتش رو خدمت شما عرض کنم نیاوردن. از شاعران بی دیوان
بدون دیوان در حقیقت و شاعران تقریبا دیگه میتونیم بگیم گمنام شیعه است. می‌فرمایند تا تاج ولایت علی بر سرمی، هر روز ز روز پیشتر خوشترمی. تا تاج ولایت علی بر سرمی، هر روز ز روز پیشتر خوشترمی. شکرانه این که میر دین حیدرمی، از فضل خدا و منت مادرم. یعنی این که پاک دامن بودن هر کس، پاک دامن بودن مادر هر کس باعث تعالی اون و اون شخصیت اون میشه، مخصوصا اونایی که ولایت ندارن. سوالی که فرمودید، وقتی ما بحث مکتب شعر دینی رو پیش میاریم، عرض کردم مکتب شعر دینی یعنی مکتب شعر اسلامی. وقتی اسلام پیش میاد، ما میاییم در این وسط میبینیم که ما در کجای فرزن مکتب ادبی اسلام قرار داریم. نصوص شیعه بر این ادله یا نصوص فقهی شیعه بر این 4 ادله استوار هست که قرآن، اطرت، حالا بعضی سنت به کار میبرن، اجماع و عقل. یعنی قبلا تو بخش قبلی عرض کردم معقول بودن محور هست در شعر، نه متخیل بودن. محسوس بودن، معقول بودن، متخیل بودن هر اثری، غیر البته توهم فلسفی یا وهم فلسفی رو عرض می‌کنم، توهم امروزی رو بگیم که اصلا توهم، انتزاع در کانون شعر شیعی وجود ندارد. اما این که با دیگر فرق چه تفاوتی داره؟ این تفاوت غیر از ولایت که اشاره فرمودید، ما حالا ولایت رو صرف نظر از ولایت در نظر بگیریم، خود آثار غیر شیعی در حقیقت شیعی که عرض میکنم، باز این پرانتز رو باز کنیم که شعر شیعی 3 گونه است. شعر امامیه یا همین که ما صحبتشو میکنیم شعر شیعی امامیه، شعر شیعی در حقیقت 3 امامی یا زیدیه، و شعر حالا بگیم 4 امامی و زیدیه، و شعر خدمت شما عرض کنم اسماعیلیه یا 6 امامی ها. وقتی ما جدا میکنیم این رو، ناصر خسرو قبادیانی در ردیف در حقیقت مقدسین ما قرار نمیگیره، همونطور که اسدی طوسی یا حکیم گرانقدر توس حضرت فردوسی قرار میگیرن. در حقیقت ما به نوعی از نظر فقهی باید بگیم ایشون مثلا انحراف از دین داشتن، یا به فرض مثلا زیدیه رو، یه نوعی شاعران زیدی رو یه نوعی در نظر بگیریم که نسبت به اون شامل امامیه نشن و ما بگیم که این تسنن محوریت شعر طبق ادیان دیگه بر حسب توحید و نبوت و معاد هست. یعنی اینها از 3 عدول نمی کنن. حالا به هر حال فرقه های نوظهوری که مثل وهابیت اینا دیگه چه سامانی هستن که اصلا خوشایند صحبت های ما نیست، اصلا موضوعیتی محوریتی ندارن در موضوع. ما بحث اسلام به هر حال اون چیزی که در بین اهل تسنن و فرقه های غیر محارب با ولایت رو صحبتشون میکنیم. برای این 3 محور هست، یعنی محوریت توحید، نبوت و معاد. برای 2 محور اساسی، عدالت اجتماعی و امامت یا همون ولایت که در حقیقت شاخصه اصلی اسلام و برتری اسلام نسبت به ادیان دیگه بوده، در آثار شعر شیعی ما هست، ولی در دیگران بده مثلا بحث اون پیش و مضمون این شیعی بود. خدمت شما عرض کنم یه نمونه ای از مرحوم هلالی جغتایی به دلیل اینکه به حضرت علی علیه السلام نعتی که راجع به حضرت علی علیه السلام ایشون داشتن میخونم، چند بیتی ازشون هست. اسدالله سرور غالب، شاه مردان علی ابو طالب، ساقی شیرگیر سرمستان، زیر دستش همه زبردستان، همه شاهان به بزم سر بخشند، شاه ما روز رزم سر بخشند. کیست این 4 یار مذهب من؟ علی و فاطمه، حسین و حسن.
ما همیشه این شعر رو حسن ختام قرار بدیم و انشالله میخوام استفاده بکنیم از قشنگی که شما سرودین در خصوص عاشورا و کاروان آقای محسن علیه السلام. اجازه میخوام از حضور یه مطلب رو تموم کنم. این که خود هلالی جغتایی در حقیقت شهید هست به دست علیشیر نوایی. الان میرن زوجای جوان اون کشورها که مشترک المنافع میرن در اونجا شاید برای آغاز زندگیشون و زیر مجسمه بوته در حقیقتشون انجام میدن. ما مظلومیت شیعه رو نه تا حالا نتونستیم حتی بیان کنیم. متاسفانه این وقت هم قطعا میدونم که اجازه اون توضیحات رو نخواهد داد، ولی مفاهیم شعر شیعی نسبت به تمام اشعار دنیا عرض کردیم در دو محور: حکومت صالحان بر زمین و استقرار عدالت. اگر غیر از اینها باشه، هر نوع انواعی هم داشته باشه، بخواد به انتزاع بکشه به صحبت‌های فرافکنی نمیدونم رومانتیک رو بیان کنه، دیگه نمیتونیم ما بیاریم بگیم این جزء شعر دینی است. بسیار عالی. ما یک فرصت رو از اتاق فرمان میگیریم استاد موسوی، برمیگردیم و شعر شما رو میشنویم.